از آفتابش بنویسم یا از سردابش؟ آفتابش بنفش بود. از سردابه اگر بخواهم بگویم 66 پله میخورد تا به انتهایش برسی. روی دیوارهایش نقشی از سگی بود که سالهاست دارد سگ دو میزند. انگار نقشهای روی دیوار چیزی را در نظرش جلب میکرد. تمامی رویاها و تلقینهایش را به هم نشینانش منتقل میکند. حالا که هنوز بهار سر و کله‌اش پیدا نشده، چه جهنمی در روستا برپا شده است. داخل سرداب میشوم. 66 پله پایین میروم و سعی میکنم لباسهایم را در بیاورم و ساعتها در خنکی نیمه به مرگ نشسته را به رگهایم تزریق کنم. برایش نوشتم: جایی که من هستم گرما و استخوان سوزان حرف اول را میزند. اینجا انسان حرف اول را که نه، حرف آخر را هم نمیتواند بزند. اینجا فقط گرما دارد حکم فرمایی میکند. اینجا سخن از روشنایی نیست که تاریکی دارد به 1000 زبان سخن میگوید. برایش نوشتم که در سردابه بودن و سگ نشین شدن بی منظور نیست. فکر میکردم اگر سرمو مثل گاو بندازم پایین و راه بیفتم تو کوچه خیابون، همه چی درست میشه. از دو طرف طناب دور گردنم میانداختن و جان نمیدادم. خب معلوم است حیوانی که این مدلی قرار نیست بمیرد، قرار است چه هیولایی بشود. این همه سال سرم تو لاک خودم بود و کار به کار کسی نداشتم. پلک رو پلک نذاشتم. چی شد؟ آخه نگهبانیم شد کار. این افکار توی سرش گلمپ گلمپ صدا میکرد و هر چند دقیقه یک بار داشت تکرار میشد. سرشو که چرخوند بالا، توپ نقره ماه درخشید توی چشماش. دلش قنج رفت و به ذوق گفت: نمردیم و ماه شاب 14 رو هم دیدیم. همینجوری که مشغول تکان دادن سرش بود و رو به ماه کرد و گفت: همش همین بود. آهی کشید و یاد آسمان خودش افتاد. مشتری و ناهید، شب آهنگ هر شب دلبری میکرد و ابرهای تیره و روشن که همیشه شبیه گوسفند بودند یا یک تیکه استخون. کاش میتونستم دوباره ستاره ها رو بشمارم. از وقتی که رنگ آسمون عوض شده دست و پاهام یاری نمیکنن. انگاری دارم شمارش ستاره ها رو از دست میدم. نمیدونم چه مرگم شده. از وقتی رنگ آسمونم عوض شده شمارش ستاره ها رو دارم از دست میدم. هر کی از کنارش رد شد یه چیزی گفت. یکی پرسید: تو اینجا چی کار میکنی بچه؟ زبانشان را نمیفهمیدم، وگرنه میگفتم: تو عمرتون سگ ندیدین؟ سگ ندیده ها؟ دوتا چشمای درشت قهوه‌ای خمار خمیده که زیر دسته موی زبر و سیاه خوابیده با تنی رنجور و استخون و پایی که لنگ میزنه. این تمام هویت منه. یکی با بغل پا بهش زد و گفت: هوی هوی سگ! با تو هم کجا داری میری؟ سگ؟ به من میگه سگ؟ من توی دلم بهش خندیدم. همه چی درست میشه. همه چی درست میشه. چی قراره درست بشه؟ کی قراره درست بشه؟ من همیشه یه سگم باقی میمونم. اصلا کی با من بود؟ مگه من سگم؟ این ازدحامو دوست ندارم. آدما؟ کی بود دم از وفاداری میزد؟ سگ یا آدم؟ همه چیز فرق کرده است. توده های نامرتب سنگلاخی الان مسطح و قیراندود شده. حتی خبری از علف های هرز نیست. شمشادها عروس شدند و عطر مریم گلی با هر وزش ملایم باد بینیم را پر باد میکنه. دم میزنم و اشک نمیریزم و یادش میافتم. یادش به خیر خانه ام.
دیگه از دود و دم اگزوزای بیدر و پیکر فراری و تهمونده های خاکستر سیگارا خبری نیست. هیچی معنی هیچی رو نمیده. ترحم الزاماً دلسوزی نیست. ای کاش زندگی میتوانست فلسفه داشته باشد. فلسفه سگ بودن، مرگ بی مفهوم، دوست داشتن مطلقاً عشق نیست. بعد از خواب حتما بیداری نیست. من سگم، ولی دست کم این را فهمیدم که عشق در نهایتش میل جنسی است. همه چیز قرار است نابود شود. روی علفهای خیس خورده یله می شوم و توی خودم می پیچم. کلافهای سردرگم همیشه سردرگم می مانند. بازم سرم می خاره. اگه مادرم زنده بود یه وان آب گرم با شامپو و چند دست شستشو و یه حوله تمیز و بعدم یه جای گرم و نرم و یه سوپ آبکی رو بهم پیشنهاد میداد. آخه سوپ آبکی؟ سوپ آبکی با تکه های درشت و نرم گوشت و سبزیجات معطر وقتی بره زیر دندونت آب بشه و احتیاجی به جویدن نداشته باشه. بازم نگاه، بازم ترحم بی انگیزه بی معنی، جدال برای خوب بودن. و یکی میگه وای خدایا این اینجا چی کار میکنه؟ حیوانکی چقدرم خسته است. یعنی یکی نیست کمکش کنه، یکی زنگ بزنه بیان ببرنش گرمخونه. گرمخونه؟ نفر پهلویش میخنده و میگه گرمخونه برای چی؟ زنگ بزنی شهرداری، آتش نشانی. آتش نشانی چرا؟ دوست داشتم به زبان بیایم و بگویم مگر من کسی را سوزاندم یا جایی را به آتش کشیدم؟ آتش نشانی به چه کار من می آید؟ دلم میخواست درخت باشم یا یک چوب تا صندلی بشوم یا یک تکه سنگ برای پلی که عابران از آن عبور بکنند یا یک تکه آهن تا حفاظی برای جان انسانها باشم. ولی من سگم، سگی که تیپا خورده است که حتی لیاقت مراقب بودن از گله را هم ندارد. اینکه پارس نمی کنم عجیب نیست، زبانم را بریدند. در سردابی کنار کسی نشستم که سگها را به انسان ترجیح می دهد. کاری نمی کند، نشسته است و به نقش های دیوار خیره می شود. من هم می نشینم و تماشایش می کنم. گاهی کاغذی را بر می دارد و چیزهایی می نویسد. شاید برای شخصی که بسیار دوستش دارد. میخواستم واق بزنم. شاید باید زوزه بکشم. یکی گفت چرا پارس نمیکنه؟ میخوای الان واق بزنم زوزه بکشم؟ شاید اصلا سگ نیستم، دارم ادای سگا رو در میارم. میشه یکی یه لقمه نون به من بده؟ بعضی ها از کنارش که رد شدن لگد پروندن، بعضی ها خندیدن و با انگشت نشونش دادن، بعضی ها ترحم کردن و یه سکه انداختن جلوش، بعضی اصلا از کنارش رد نشدن، حتی نگاهش هم نکردن و در نهایت همه رفتن و تن سرد و سیاه مچاله مونده وسط چمن‌های خیس بزرگ راه. باران که از شب قبل میبارید خیال بند آمدن نداشت، دوباره به تندی شروع به باریدن کرد. انسان سگ نما یا سگ انسان نما خودش را به زیر پل کشید. سردرگم و غبارآلود بین بوق ماشین ها و ریزش باران به دنبال سرپناهی بود که شب را به صبح برساند. یک نفر دوید که داشت با خودش حرف میزد. یک نفر داشت تماشا میکرد. چه فرقی دارد بین بیداری یا خواب؟ آدم ها در طلوع صبح یک رنگند.
کسی با قنداق اسلحه به پهلویم میکوبید، کسی داشت سنگ بر سرم میزد، کسی در فکر پوستم بود تا از آن لباسی ببافد، کسی میخواست استخوانهایم را صابون بکند، کسی میخواست تقاص گناههایش را از من بگیرد. 66 پله مانده بود تا با سگها زنده بمانم و زندگی بکنم. مادر، من دیوانه شدم.